با سلام، شاید نشون بدید. ببینید مریضمون متاسفانه وارد شکم که شدیم، علیرغم این که آزمایشاش طبیعی بود، متاسفانه کبد به طور کامل سیروتیکه، یعنی گرید 4 رو رد کرده و عملا وارد فاز فایبروزیس شده. کبد کاملا دوندون و این قلمبه هایی که میبینید همه نشان دهنده سیروزه. ما برنامه داریم. مسئله اینجاست چون 90% از بیماری‌های کبد چرب در آزمایش‌ها تشخیص داده نمیشه، بهش میگن بیماری خاموش. و مهمتر از اون، چون پزشک با توجه به جواب آزمایش داره برای شما دارو تجویز میکنه، پس میتونیم بگیم که اصلا داروی تجویز نشده و یا غالبا فقط برای کنترلش هست. بهترین راه تشخیص، کنترل و درمان از روی علائم کبد چرب هست. علائم کبد چرب در هر گرد در هر دو تب و مزاج برای هر شخص متفاوته. لک‌های پوستی، جوش‌های صورت، مشکلات گوارشی و مشکلات خون، دیابت ها و خیلی سری امراض بیماری های دیگه که حتما باید کبد اول درمان بشه تا اون بیماری ها هم کنترل بشه. بهترین راه تشخیصش از روی مشخصات مزاج و سونوگرافی زبانه که میتونید قد، وزن، اسکن زبانتون رو بعد از این کلیپ برای ما ارسال کنید و تحت مشاوره باشید.